درود سلام و خسته نباشین به تمام شما هموطنان عزیز. صبح زیبایتان بخیر. برنامه ما را شب میبینین. شب زیبایتان بخیر. امید دارم هر کجا از دنیا هستین اما تو ان شاء الله جور و صحتمند سر حال باشین. هموطنان عزیزم، دوستای خوب ما، امروز قرار است که بر ما یک صبحانه عالی آماده کنن در خانه. ایره نمیفهم که ممی جانم آماده میکنه یا خاله جانم، اما یکشون آماده خواهد کرد دیگه. بابا جان آمد خرامان تیر میشه. یک سلام خوبت دیگه. سلام بابا جان خانم. و علیکم خوب هستی؟ صبحت بخیر. صبح تو بخیر. تشکر. صحتت خوب است بابا جان؟ نگران خب مریض بودی. شروع خدا نکنه بابا جان. چی شده؟ هم سینه مرتم خلاصم بیخیم تو. عادی شو فتره؟ شفا باشه به خدا. چهرهت میگه مریض هستم به خدا. اینجا چیکار کنم؟ به خدا شفا بدید بابا جان دیگه. در خله سینه چی خوب است؟ خودت بهتر میفهمی. گرفتم دوا گرفتم. خوب کردی. همراه دوستایم خیلی سلام به تو بابا جان. در حالت مریضی تقدیم میکنم بر تمام بیننده و هموطنان ما از کسی خدا کنه و دارای صحت کامل باشه. قربانت بابا جان. ان شاء الله بخاطرم شفا میخوایم. خداوند کل مریضا رو شفا بده. ما هم گلون درد شدیم از این قسمت تا این قسمت سینه‌ام سوزش داره بابا. این یک مرض که کل دیگه گرفته. به خدا. بیا خدا شفا بده همگی ما را. بازم قربانت تشکر بابا جان. ان شاء الله موفق باشی. با اجازه دوستا بریم پیش پدر جانم که نمیدیم سر صبح چپسای گرم آماده داره. السلام علیکم حاجی صاحب. جمشید جان جور هستی؟ صبحت بخیر. صبح زیبای خودت بخیر. صبح کامرامین ما بخیر. کامرامین مقبول ما صبحش بخیر. خوب هستی پدر جان؟ صبح بخیر آغاز کردی؟ بخیر باشید جان. جور هستی؟ سلام دوستای عزیز، هر جای هستین جور آرام و صحتمند باشید. خوش آمدید به برنامه صبحانه است امروز. صبحانه با مهمان جدید با همکار جدید. بله بسیار کار میکردم و خبر شدم. خوش شدم جمشید جان. شکر به خودت خوش شدی دیگه. بخیر. نه دوستای من بسیار خوش شدن که ما دوباره فعالیت‌های خود زیاد کردیم و فامیلی فعالیت کردیم دیگه. بسیار زیاد واقعا خوشی میکنن از ما همچنان از اونها خوشی میکنیم که برنامه ما همیشه بیننده است. تشکر دوستای ما که مدار معقول میکنن، نظریات نیک میکنن، خانه‌شان آباد. دیگه صبح که هوا سرد است کمک خود احتیاط کنین که میشه سنا جانم از مریض شده بود جمشید جان. بله سنا جان متاسفانه که مریض شده. تاثیر هوا بسیار جمشید جان. دو وقتی که سیال بسر روز سرد است. بسر روز بخصوص صبحی و شب. این صبحی خیسم جمشید جان نه لعوه یخ زده بود. دامینه و پیشتر پدر جان ما پایپ من نظام نمیره. آخر پایپ هوا موندم یخش برآمد دیدم که روی یخ همون نلا باز یخش برآمد او دیگه رفته. شما خود گرم نگاه کنین هر جایی که هستین کوشش کنین مریض نشین. این جان جوریست بادشاهی ثروت است. واقعا که ثروت است دیگه. پدر جان ما برآمدم این صبح کی وقت گفتم سودا رو بگیرم بخیر به خاطر در خانه نمیفهم چی پخته میکنن. به نظرم کرایی قرار است پخته کنن دیگه. کرایی تخم با مختار آمدیم سودا رو بگیریم بخیر. جای ما خالی دیگه. جای شما خالی دیگه. از طرف تو ما میخورم. نوش جان. پدر جان خانم دیگه ما بخیر سودا رو میگیریم. تو میریم تیزی که در خانه بخیر که وقت نشه و بسیار زیاد گشنام شدیم. نان صبحی بسیار فایده داره جمشید جان. خانم با صبحی همیشه نان بخورید. بله. یک هوام سرد است اگر نخوری با بخی سردی زیاد دیگه بدن ضعیف میشه. گفتم میگم امروز خودم دوستا پوشیده شدم پدر جان در برنامه نیست. چرا خم گفتم نه امروز شاید دو سه برنامه نباشیم دیگه. با مو خاطر یاد کردم. قربانتون بخیر باشه. هستیم نمی شهر افغانستان نمی شهر کابل دمی دوکانه که خود روز شب تیر نشه. شکر است. بله و دوستای ما مگه میخواین به دکان ما دکان غریبانی ما تشریف بیارن. آدرس ما سرک دهلمان جای رئیس روبروی نیازی سنتر است. همینجا که بیاین دیگه حتما میبینین بخیر در خدمتتون است. قربانت پدر جان. خیمون بخیر سودا رو گرفته زود میریم پدر جان که خانه تال نخوره. خیبر خانواده‌تون دوستای عزیز از ما خدافیزی دیگه با جمشیدشان در ادامه برنامه باشین. بله دوستای عزیز میریم سودا رو میگیریم بخیر. شما در ادامه با هم باشین. عزیزای دل آمدیم به خانه به کاشانه. سودا رو ماندم سر میز آشپزخانه. حالا چه خوب یک شعریم جور آمد. نام خدا میشه همگی هستن دوستا. ممی جانم خاله جانم نام خدا وقت دست به کار شده. سلام صبح زیبایتان بخیر. و علیکم سلام. دو گل مقبول صبح زیبایتان بخیر. صبح خودت بخیر جمشید جان. قند صبح دوستای ما بخیر. کنه که جور من باشین. چی میگی؟ طرفایتون اگر صبحتان بخیر اگر شام از شامتان بخیر.
دیگه خوش هستم که امروز در خدمت شما قرار داریم. ما قربان در خانه خوارک نازنینم پیش خوارزاده جانم جمشید جانم. ما هم زیاد خوش هستیم که بخیر این امروی ماستی خاله جان از این زود میبینیم، هر روز میبینیم دیگه، از اینکه در خوشی زیاد نیست. و خدا راست میگی. سلام به سنا جان و مریضه کم. صبح بخیر مامی جان. صبح دام بخیر. چطور است سنا جان؟ خوب شده؟ آره خوب است. نی از وقت کم خوب شده شکر. بازم مریض است بیچاره کا. نه دواش دیگه سر وقت بتی بخیر ان شاء الله که دواش میدم. خود دوستای مک سلام علیک میکنی امروز مامی جان؟ سلام دوستای عزیز. جور و صحتمند سر باشه. الهی آمین. ان شاء الله که همیشه جور و صحتمند و سر حال باشن. دیگه میره بربخ میکنم. کلای گشنه است. هر چیز تر میره پخته کنیم. واقعا دوستان یک سلام هم به کامرامین زیبا و مقبول ما. سلام به خودت، سلام به خودت. علیکم سلام. به همتون سلام. ان شاء الله سلام جان تام خوب باشی، صحتمند باشی. جیگر لالا. جان خالیش یک بر بگویم این گازتان میره از کدام جایی یک قسم گازبوی است. من خوب احساس میکنم گازبوی است. آمین جنسی شخص دیگه احساس میکنم. آمین میره غم شب خوب که خطر داره. من خاله جان سرکی شکر. گاز خیر روشن کو کم زره کم خبره. خیر خاله جان مزه میشه روغن بکشم. روغن چی کو گاز روشن کو من میگاز که لیک باشه من میترسم. والا با خدا گاز. میره در بته میاد ورسه از کل جای زیاد نگیره. بسیار خطرناک است. از این گاز زیاد نه او چیز نیست خاله جان. اینه می دینه شو دینه نیم شو که تیش کافای که سر کار برام. بله یا زیاد جگر خونم شدم خیلی دیگه طبیعت مخفف شد دیگه بسیار ترسیدم دیگه بس ها بعد میگاز زمان دیوالش کدام تا بوده میگه که از طرفای یعنی چی خانهشون بوده که اطراف میگه از اطراف زن اولاد خود گرفت آورد که باش کیجه به کارم نزدیک شود همیشه خانه باشه که خانه که از انسان توجکی میره کدام جای میگه خانه گرفت همونجا خانه که بر فرش که جور که تیار که شیشتن میشه و کشتی گاز میوکراین ژاپنی سمور در دادن دیره پخچک مونده که تو کلشان خاو شده یه تو که دم شمال لیافا میشه که تو تا بالا کنی و چی کنی نه این گل شده گاز امی گاز که رفته 7 نفر جای در جای کلش فوت کرده اما دیوارش که بیزنسی که در بگیره گاز گرفتیشونه گاز گرفتیشونه یعنی می کلش میگه فامیلی اما تو میگه از بین نفته کامت سی شکر به خدا میگه از اطراف سه کامت در شهر که باش کیجه بر ما وظیفه میزیک شد خانه میزیک شد و بعض وظیفه خبر نداشت که عجلی را کش کرده واقعا خاله جان این اوکراین ژاپن ما استفاده میکنیم دوستا گفتن که استفاده نکنین اما ما فقط استفاده میکنیم بخیر تا چند روز که بخاری بانیم اما روشن میکنیم خانه گرم شه پس دوباره قیدش میکنیم اینا جمع شده تو راست که میتیات هم گپ است نی بله اوکراین ژاپن خیلی ما چندین سال است که استفاده میکنم فضل خدا گو شیطان کرد که میتیات میکنم حتی که گلا میکنم نمور در خانه نمیمونم بیرون میکشمش نمیشه که از یک جای زمین یک بوی برای دیگه آدم اگه ایتیات کنه خو هیچ گپ نیست اگه کسی ایتیات نکنه باز حتما یک گاز سرخ میتن جمشید جان امی حساب گاز تو رو جدی بگیم بچشم حتما با جدی بگیر آدم بختر شوخی نمیشه فکر کنم بم بس یک بم تیار در خانه موندگی است امی گازا اما خصولت که دارم خطر داره خیلی خطر زیاد داره جان سنا گکم خداوند نگاه کنه مگیره خداوند نگاه کنه خاله جان ما چی کمک کنیم چی دست بشی کنیم ما دیگه شما هیچ کمک نکنید فقط این کچلو رو بندازیم در روغن که سرخ شود اون بعدا ساسج آوردی دیگه ساسج میندازیم تخم امروز دوستا دیگه معمار دستپخت خاله جانم هستیم صبحونه را سرش آماده کردیم بخیر خودش البته خواست گفت ما براتون امروز ما شما میمونم هستین و براتون صبحونه آماده میکنم و بسیار زیاد مزه‌دار آماده میکنه بسیار دستپخت مزه‌دار داره خاله جانم با خصوص وقتی که آشک من تو پخته کنه دیگه اوه 50 دست خاله میاد آدم آشک جان یک روز شب بخیر که آشک تیار کنیم ان شاء الله بخیر زنگتان بزنم بیاین خانه ما مهمان حواسانه شد آشک خوردن این بار که آشک پخته کردیم بخیر اگه هوا گرم بود سرد نبود شمال چیز نبود بخیر در روی صفحه فرش مندازیم دست جمعی کلمو میشینیم همونجا گندران هم پاک میکنیم آشک هم پر میکنیم اما تو مجلسی دیگه مجلسی اگه شد مادر جان ما میطلبم برای سوراب جان اینام بیان دمی اواسانه آشک نه چرا شد نه گفتم اگر هوا گرم بود یا نه در صفحه اگه نیک نبود باز در خانه یا نه 100% آشک یعنی تیار کردنش میمونی تو را خود 100% است 100% دیگه ما گفتیم که برنامه مشترک زیاد میگیریم ان شاء الله همیشه نیام نداره خب
از بیرون برش بیار. خیره ما چی میگم دوستا قهوه سرد شده که امروز حتی نلا و پایپا را یخ کلا یخ زده زده. که ما ذخیره را گفتیم پر کنیم دیدیم که یخ زده اینا رو پسانتر غم از رو میخورم که باید یخ شو شد خیلی جمشید جان او بیاره که ما بچشم اینا ما ادرانی داکاش که بیارم نیو چاینکه که پر کو بیار خالص این میره خو سنا جان قن سونم چی؟ سونم جانو قد سنا جان قن سنا رو گفتی سنا را گفتم میگه یک مریض مریض هم است هست. بیخی دل آدم یک قسم برش می سوزه تو باشه از کلا جای دیگه بزنی. نام خدا گوریگه کوری میگرد در طرف نه مگه میبار که بخیر جور شد دیگه نمونیش که در یولی بره میری. دیگه دمی اولی ایت نمون به خاطر که خب نازک است طفل است دم یک دکت مریض میشه او سر تو این قرار نیست مگم بس خیلی میدونی بعد باشی بخیر باشی امروز صبحانه چقدر مزه بود باش که روغن زیاد داغ نشه کنم جرم جرم زیاد نشه بعدم میایه نه بخیر دوستانم دیگه در حال آماده شدن است عزیزای دل دیگه ما همیشه خیلی آماده میکنیم شما کتابی های معقول بیننده باشین در ادامه دوستا همراهتان هستیم گفتنی ها قصه ادامه داره جان قندم دست درد نکنه به اجازت صاحب اجازه بس، جمشید به، جان به، به. قربانت چی خدا یک کنه که نام بدلتان خدا، آمده باشه یک قواری بسیار مثل عزیز مزه‌دار داره ما بکشم خب درست است بسیار خوب. دیگه طعمش باز حتما به دوستا واقعیتش میگیم چطور روغن جذب کرد نه؟ کم نگید روغن نه وان کلش ده پایان است اینا بر یک خب میمان ما سوراب جان است امروز آه میمان سوراب جان قندم سوگواری من بله خب میزبان گفتم میشم خودم خب بازم در برنامه امروز ما هستی شکر که هستی زنده باشی جمشید جان سلامت بکی باشی ممی جان و ده. سلامای مرم دوستا پذیرا باشین خدا کنه جور صحت سلامت باشین دیگه سرنان آمد دوستا گلگزاری جایش نیست ولی بسیار لید چینل ما پایین آمد دوستا از خیرتان امروز تیوی را همیشه بیننده باشین بله 100% برنامه میگیریم دوستا خیلی که تعداد ما کم است ولی بازم با اون تعداد کمی که داریم کوشش میکنیم زحمات خود میکشیم و انشالله که ویدا جان از ما زرده نباشه که نه لالا جان از قندم هم جدا شدیم پس دوباره نه خدا کنه خود تو زنده نباشی خوب خواهش میکنم قربان گپ خودت دیگه یعنی تو ما بدل خود چی نکردم نه ما خود راضی بودی راضی بودیم بله بله آه، راضی بودیم راضی بودی خب خیرت نیست کار ما اینجا آمدیم پیش خودت نمیم خانیم صدقیتان خانم قربانت، صدقیتان قربانت، هر وقت که قربانت، خواستین زنده بیاین باشی. خانیم و هر وقت که خواستین ما خودم میایم پیشتان دیگه دست جمعی با هم اما تو با اتفاق برنامه که اخت پیش انشالله می‌بریم. دوستا برنامه با همین می داشته باشیم اکثرا بله و دست درد نکنه ویدا جان یه خودت بگیر ایره شما تو میگیری درست است راشد جان هم پشت کامره بگیرین بخیر بچشین دیگه راشد دیگه. جان میبخشی دیگه خودت کامera گرفتی خیره با میایم تو را دیگه نمیمونیم به خلاص شدی نه کامera باز کات میشه بخیر راشد جان باز میای میخوره انشالله یک بار بچشیم که مزهش رقم است واقعا ما بسیار هم تو گشنام شدیم دوستان نوشک جانت یک صوبانه فوق‌العاده خوش اون خوب است که زردیش هم سخت نشده هیچ خوبش آمده خواهم که در راشد خوبش پسند میکنم چی؟ آره دوستا به جای نمک پولی انداخته ده دان مسئول من میگم چرا این خراب آمده چی میگن؟ مامی کاش که میری تو بیست نمیکردی
چرا خوش نیست؟ آزار داده خواهر جان مزدار واقعا دادار مزدار اومدی بسیار زیاد مزدار و از دردی شما نمو رقم که میخواستیم ما خواستم چیزا خوب شد سخت نشتگنه به دنال سوراب جان چوری سخت کردی واقعا زدی نیمبن باز مزام داره مزه میتونه دیگه او هم دستپخت خاله جانم دیگه دستکای درد نکنه خاله جان واقعا جان خالیش نوشک صبح ما رو تو پر انرژی و هم تو مقبول آغاز کردی شکر به هر دوستای عزیز خیلی وقت نان است انشالله نان خوردیم دوباره ما در خدمتتون هستیم خوش آمدین دوستا به ادامه برنامه خاله جان قند دستکای ناز درد نکنه تشکر قدر کروی مزدار که که دیگه هر روز خانه ما آمدی سر تکروی حتما چرا نه 1000 دفعه بخیر امی که صبحانه داشتیم میخواستی که برنامه بگیری و دوستا هم با زنگ بزن بخیر ما حاضر هستیم بچه‌شون بدون صبحانه خاله جان میخوایم بدون صبحانه میشه که چاش تیار کنیم بخوریم بگو مرا میخواد آشپزی بگی جا گرفتین چرا نه خیر است میکنیم امروز سناگک مریض بود اگر نه خسونم جان که در کار میمونه کسا دیگه گفتم من سنا امروز فقط بیخی بی از کار انداختم گفتم من میکنم خیر است خوب نیست دیگه باز بغلم هم نمیه که میگیریمش گریان میکنم بهش کس نمیده جان بیا بغل ما خیلی خدا شفا بده که جور شوه کمیشتک مریض بشه باز مادرم دیگه دلش هم میشه کدش مادرم دلش هم بشه باز واقعا دیگه خاله جان خان به دوستای ما یگان گفتنی رو بگیم درباره استای جان که بسیار کامنت کردن جان نه نکو گریان نکو فنا جانم دوستای عزیز شما بسیار کامنت ها موندین که ستایش کجا است چرا در این مدت نیست اصلا در یوتیوب نیست برنامه هم نداره و در پولی از او کجا است چی میکنه در کل زیاد سوال دوستای مایی بود که باید براشون بگیم عزیزا ستایش شکر خوب از دوستای کم فشار پایین و مریضی و گپا برش پیش شده که تاثیر دلتنگی و مسافری و گپا هسته اما در کل شکر خوب است امروز همیشه در ارتباط هستیم حتما برای شما عزیزا برنامه میگیریم امروز گپ میزنیم که دل شما هم جمع شوه اما واقعیت خیلی دوستا دل ما پشت ستایش تنگ شده اونایی که یک اعضای فامیلشون در خارج از کشور است درک میکنن میفهمن که خیلی دل ما تنگ شده قدر تنگ شده که بعضی وقت حتی یاد میکنیم دلای ما پر از غصه میشه در خانه که خاله جان میایم از بیرون میایم حتی بعض روزا شده که ستایش صدا میکنم ستایش سیتو میبینم هیچ کس نیست چین که باز ما بازی میخیم دختر اندوم خاطر دل انداخته سناگه کم کمرش ویدیو کال میکنیم بسیار زیاد حتی ستایش جان واقعا که ما که دیگه میایم بیخیت یگان دفعه اشتباه میگم ستایش گفته بالا میشه میایم که ستایش نیست صدف میگه ستایش خو نیست خاله میگم ستایش یک راستیان کنیست رفته مسافر شد خود دیگه جور باشه آرام باشه مقصد کوگه کم مریض میشه زود نه چقدر بیچاره گای فشار پایانش و گای میدیش دیگه بسیار روش ماسونش یعنی کشال است جمشید جان عکسک شمیجه از دوستا میشه که میبینیم امروز صدف جان این عکس هم توفیق خود ستایش بود که در سالگیری صدف جان جور کرده بود یک جای گرفته بودیم خود دیگه خاطرات میمونه اگر شخصایی که از ما دور است بازم کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه با امید روزی که بخیر برسیم کنار خرج باشه آرام باشه جور باشه سخت است همیشه عکسک شمی میبینیم یادش میاد به یاد ما خیلی دل ما غصه میکنه خیلی میخوایم که دوستای خدا ناراحت کنیم اما دوری از فامیل دوری از خوار ستایش به ما خوار نبود ستایش به ما مادر بود واقعا دیگه ستایش جای ستایش یعنی هیچ کس گرفته نمیتونه بسیار یک دختر دلسوز یک دختر که دیگه متوجه نمی هر چیز بود خانه پدر مادر حتی این ما به ما زنگ میداد خاله جان چی کار داری چی میکنی بیا خانه ما دقیقه آوردی یعنی ما تو با خبر بود از کلگی واقعا خداوند من میگم امرایش باشه جان جور بتیش خداوند لا امین خاله جان سرکش هیچ بود حداقل نزدیک ما بود دیستی که خبرش میگرفتیم آل دل ما یگان فقط غصه میکنم این موج ملک مسافری می مریض شوه می چی خواد کرد یگان فهمه توشو میره فکر میره طرفش میمای استایش اونجا چی خواد کرد بسیار سخت است مگم مسافری آفرینش بسیار آفرین دختر قوی است انشالله تحمل میکنه از او بابادشون بخیر نکو خاله جون جگر کنی نکو صدقه چرا دیگه چاره نداریم دیگه دعا میکنیم برش و مسافرای خود همیشه دعا میکنیم
به کسایی که خودشان مسافر هستن، اونا خب بیازو از دل ما میاین، به اونا هم دعا میکنیم خداوندم تو آرام داشته باشیشان، جور باشن، صحتمند باشن. الهی آمین خاله جان. خداوند همه مسافرها را بس به وطن برگردانه. الهی آمین. الهی آمین. وطن ما خدا به ما آرزو مراد دلش برسانه، به مقصدش خداوند برسانش که چیزی که مقصد در دل داره، آرزو داره، حتما به یک مقصد خرافته استایش. خداوند در مقصدش کامیابش کنه. زنده باش خاله جان. شمیش الهی دعا آمین. می‌کنیم. خداوند دیگه همگی بینندای ما رو بخت بلند داشته باشن، یعنی همیشه از زندگی خود موفق باشن، شاد الهی باشن، آمین. همیشه الهی دعای آمین ما جمشید برشان جان. الهی آمین. دیگه. دوستا بستای جان دعا کنین، یکم مریض است اما دیگه انشالله برمیگرده، تشویش نکنین، شکر خدا خوب است. مسافری است دیگه، دلتنگی است، به همین خاطر واقعا فشارش کمی بالا صد میگه که چی هم باشی بازم مسافر هستی، بازم دلت نازک می باشه. در باغ که باشی، گلستان هر که قدر باشی. کارام باشی، از نگاه خوردن، از نگاه گشتن، تفریح برو، نه ساتیری که نه یگان فقط گپ میزنیم، مگم بازم که ببینیم اشک در چشمکایش است. میگم جان خاله شال خیلی چرا چشمایت است؟ میگه هیچ خاله هیچ. باز مسکین قط میکنه بیخیم تلفن میبینه که مام جیگر خونش مام در گریان میشم. میگه نه، میگه ما آرام هستم شکر. خب میگم شکر که ما آرام هستی جان خالی ساعت کو. مگم نه، بازم مسافر است. مسافر است خاله جان، دلش نازک میشه. دل نازک میشه، دل آدم تنگ میشه. روز امروز بچه خالد گپ زدم اینم تو در تصویری آدمای گپ زدن بدیم که خود زیاد کنترل میکنم، میم جیگر خون نشم کو جیگر خون نشه. اون مسافر است، باز که تلفن که قطع میکنم بعد از اون میشینم دیگه یک پنجه خوب گریان میکنم دیگه. امروز هر چی که کوشش کردم هیچ نشد. همی تا که گفت که مادر گفت چطور کنم بخید این روزا دلم تنگ میشه، هم یک دفعه دیگه گلون مقدکت حالی اقسم گریان دارم کش خدا گرفتن نمیتونم. من تلفن قطع کن مزار زغال ما چرت مادر ما جیگر خون میکنیم. ما چی گفتیم مدام میذارم چرا شو بچه آرسالش چرا خال ما خال میکنیم؟ نمیگه خب میفهمه تو جیگر خون میشی. میگه که دل من تنگ شده. نک خاله جان جیگر خون نکو. تونی جان برنامه ما را اگه میبینه برش سلامای ما تقدیم میکنم. بچه خاله عزیزم زیاد دوست دارم، بسیار دلتنگت شدیم، خیلی به یاد ما می واقعیت. همیشه که یک جای میشینیم بخصوص ما بچه‌ها همیشه جایت خالی است. خداوند جان و جور داشته باشید که ان شاء الله با امید ازی که دوباره ببینیمش و این دوری و مسافری به خیر از بین بره. که واقعیت خیلی نمی دوری و مسافری سخت است، همونش خیلی سخت است. خدا جان تام جگر خونی نکست که چم خودت چیز نشه خدای نخواسته. تو خوب باشی، این همه چیز است. زنده باشی جمشید جان. شما میبینیم میداره دلم چی میشه. میگم شکر به خوارزادیم، شکر به دیگه کسا، خود شکر که جور است مسافرام است. امی که میبینیمش شکر خدا، امی سهولت است که تلفن یکی دیگه رو میبینیم گپ میزنیم، از حال احوال یکی دیگه خبر میشیم. اگر تلفن نباشه خب خودم زار کفک میشه. خاله جان قندم دیگه نمیخواستیم دوستا شما رو ناراحت کنیم و گپ سر مسافر آمد که هر کس یک مسافر داره دیگه. دلم غصه کرد، شما ببخشید، ما نمیخوایم شما رو ناراحت بسازیم. واقعا ببخشید دوستا دیگه. از که شاید جیگر خونشم بسیار من شاید تاسو مرا خواه نبود بسیار یا مریض بود تاسو هم شاید تاسو بیدار بودم اینجا. دوستای عزیز نمیخوایم بیشتر از ناراحتتان بسازیم. یا تشکر از اینکه برنامه ما رو بیننده هستین. لطفاً دعا کنین به مسافرای ما، به مریضای ما، به همه مسافرها و مریضا که خداوند جان و جور داشته باشه و یک روز اگر دور از فامیل هستن دوباره با فامیل خود یک جای شون، اما تو زندگی گرم و صمیمانه که داشتن باشن. الهی آمین. الهی آمین. خداوند پناه خود داشته باشه مسافرها رو همگیشون. الهی آمین. خاله جان خانم خیلی وقت برنامه پر است، چی بهتر از امروز دوستای ما خداحافظی کنیم. تا که برنامه رو دوستان ما کوتاه میگیریم، یعنی 20 دقیقه 25 دقیقه زیاتر نمیگیریم، بخاطر که شما تا آخر بیننده باشین و از برنامه ما خسته نشین. تمامتان به خداوند یکتا میسپارم. شاد و خرم کامگار باشین، زندگی به کامتان و زنده باد انسانیت. خدا حافظ.